دخترم چی شد به تو؟ چه؟ ایست دخترم خسته شدی؟ کاش تو چرخم رو میگرفتم در بوغ میروندم. حجه جو خوش میکنم رفتر بیارد. خوش میکنم. شد مایلش دخترم مایلش رفتم میارم لیکن از پیش چشمونی امکه دور نشو خوب؟ مایلش یاشار شد مایلش ینگه خواتی نشوید فکر هم نکنید. اصل چه؟ دوچرخه خواستی؟ شد تمام اینجا انتظار شو. مایلش کنی بیا شیر بچه از اونجا بگیر. این رو هم محکم میکنیم. گرسنه موندیم. پینار زود بخور کار دارم. با گلخانه برمیگردم. تو انتظار مشو کلیتو رو به من ده. کاری من تمام که شود در رو محکم میکنم. ای خدا خیلی زیرک هستی. من تا تو را به انبار جا نکنم به هیچ کجا نمیروم. یگان نفری روزانه به ناگاه ندارد. تو دیوانه شده مگر روزی در روز مرا در یک مکانی تاریک چگونه محکم میکنی؟ تیریزه هم ندارد. اگر یگون چی شود اگر بیرون بر اومدنی شوم. پینار اگر خواهی رو تو را در اینجا مجبور نگاه نمیدارم. حتی رفتنت را میخواهم. تو این را میدانی؟ طبق قرص قدر بیشو باز آمده چیزی یافت نکنم. ای شکست. حاجت به شستن هم نموند. پینار تو برقص میکنی همین خیل نه؟ تیز جمع کن. نگفتن نماند. اگر که دستگیر شوی تو خودت آمده ای و در انبار جا گرفتی. مایلش دلیل نمیگذاریم. در این کار همراه ندارم. زود برا زود شد مایلش اما به من بعضی چیزها لازم است. مادامی که خودم برآمده گرفته نمیتونم. تو رفته گیر بگاه که آمدی میاری. چی میخوایی؟ پینار تمام نشد؟ مجله مود احتیاج همین است؟ حتی در خط اول در انبار یک ساعت چین تو خودت بد میفهمی. روزی دراز از بکار نشستن دیوانه میشوم. هیچ نباشد با مجله وقت میگذارونم. تمام. برو. فریده خوب شد که روبرو شدیم. سلام خونه ویشه. زودتر شد یک حاجت خانه روم در حال رفته می آیم. پسری من امشب از عسکری می آید. خوب هفته آینده به خوراک شام بیایید. انشالله مادر و فرزندهایت رو گرفته بیو. مایلش انتظار می شوم. خدا نگهداری شما. خدا حافظ. زودتر باش. اینجا بوی چیست؟ دیروز اینجا جزیر بود که اینجا رو جمع کرده باشد. این کتفی پینور است. زودتر پینار، دیر کردم. انا آمدم.
زودتر راه گرد. فراموش کردی حامله دارم. بر نزدیکی مادر میشوم. اکنون باید که با راهگردی هم اهمیت بدهم. خدایا توبه. ها یک چیزی آخران. کمی خوراکی دیگر با خود میگیرم. معلوم نیست که کی مرا باز خراب میدهی. بسیار گپ زدی. من در بیرونم. در اینجا چی کار میکند؟ لبای برادر حاضر می آیم. فریده خانه می آید. شد مایلش. شرف؟ تو در اینجا چی کار داری؟ سیر و گشت نرفتید مگر؟ آمینه دوچرخه‌اش را خواست. برای گرفتن آن اومدم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ یک سند بود در خانه فراموش کرده بودم، برای گرفتن آن آمدم. اگر به گلخونه روی یک جای رویم، کودکا در آن جای. تو رو من پولی پرو را باید پرداخت کنم. مایلش. شرف، سحر کودکا رو در پیش در یک مرد پینا رو پرسیده است. مایلش فریده، در راه نقل میکنی. بیا رفتیم. با فریده مصلحت میکنم اما که خریدی را گرفته یک جای مهمانی بیایه. نصیب همه کودک ها بازی میکنن، ما هم در باغچه گوش میپزیم. باز پسری کلانه نتونی از شهر بود و فکرم با آن هم شناس میشوم. بخشیش لبای حاضر این را ببین اکنون. به این هم در یک هفته یک روز تعطیل دارم. شد مایلش حاضر می آیم. از جای کار جیغ زدن خواهش میکنم ببخشید، باید زودتر برایم. شما استراحت کنید. خاله نباهت باز بیایید. مردی از کودکا درباره اپینار پرسیده است که در همین جا زندگی میکند. کودکا چی گفتن؟ نگفتن. کی باشد؟ آن مرد را از دوری دیدم. جوان بود ولی لباسهای خوب داشت. ماشینش قیمت بها، رنگش سیاه. من میگویم اون آدم های کمال نباشند. گفتم به تو خبر دهم. خوب کردی. پینار از اون روزیگر به تو زنگ نزده است میخیل نه؟ نه زنگ نزد. مایلش خواهی، من به نزدیک کودکا میروم. مایلش. مرا گوش کن. رفتنش هم خوب شد. اون رو صحبت کرده نتوانستیم. اکنون مرا نغزکه گوش کن. نباید خانم، در حیاتم کارهایی شد که انتظار نبودم. اتیلا از زندان برآمد، به من تهدید کرد که اگر با اون نشوم کودک رو از دستم میگیرد. من مجبور شدم. رویدادهای حیاتی تو به من فرق ندارد خانم. به من زندگی یشر مهم است. گوش کن، من 3 فرزند به دنیا آوردم. برای هر 3 جانم رو میدهم. لیکن یشر اولین امیدی من است. جای او دیگر است.
برای خورسندی یشار چی کارهایی کردم رو بدانی زبانت رو فرو میبری. چرا؟ تنها برای خورسندی او. فکر میکنید غمگین شدن یشار رو میخواهم. یگانه خواهشم با او عائله خوشبخت بنیاد کردن است. چیکار میشود؟ چیکار میشود؟ یشار از عائله دار بودن تو و کودک دار بودنی تو خبر ندارد. بالای همه این دروغ فکر میکنی که عائله برپا کرده میتوانی. من حیرانی منطقی تو میشوم. اگر شوهرت کوری یشار رو فهمت خون ریزی میشود. مگر تو یشار رو باری هم فکر کردی؟ مگر فکر نمیکنم. نمیخواهم که به طور مویش ضرر برسد. من فرزندتان را دوست میدارم. چرا باور کردن نمیخواهید؟ مادامی که دوست میداری دوریست. شما خواطر مباشید. من با یشار گپ زدم. جدا شده. موضوع محکم شده است. نه تو چنان کار انجام میدهی که یشار امیدش را کلان از تو بکند. دوباره تا وقتی که در حیات از نام تو را ذکر نکند. چه خیر؟ گفتم که خاتمه دادم. باز چیکار بکنم؟ کاری میکنی که از تو نفرت کند. کردی خوب و اگر نکردی من خودم باطل همش را میگویم. او خودش تو را بوغی کرده میکشد. فراموش نکن که من یشار را دیگر غمگین دیده نمیتوانم. همین است گفته های من. برای دانا یک اشارت بسنده است، اما برای نادان خواندن داستان معنی ندارد. این کتفی پینور است. در اینجا چی کار میکنن؟ اوچا تو برومه پرتوید؟ انا بین انا این خیلی انا بیاید به این طرف بیایید. الو، یک مرد امروز به خانه آمده تو را پرسیده است. کمال است؟ نه اون نبوده است، دیگر کس. آدمی کمال است. کمال وظیفه‌دار کرده است که مرا تعقیب کند. نمیدونی که کی هست؟ چگونه مطمئن هستی ها؟ ماشینی قیمت داشته است. چون این ماشین در دستی کمال از کجا می آید؟ برای پنهان کردن خود از یگان جا دزدی کرده است. دیگر کی می شود؟ آن مرد قصد جانی من کرده است. مرا کشتنی هست. شرف التجا میکنم مرا محافظت بکن برای خاطر فرزندم. شد میلش. تا حال این آدم را یافته از بین نبردید؟ اگر بمبگذار را پیش از شما پلیس دستگیر کند همتان را میکشم. به من قصه نگویید، نتیجه بگویید. نتیجه در حال برداشته شود. چی کاری لازم شود انجام دهید. اپای جانان، از شما یک چیز پرسیدن میخواستم. اگر بیرون رفتنی باشی قبلا بگو که پدرت سپارش قطعی داده است. اگر بیرون برای همه را هم تو را جزا میدهد. اپای جانان التماس، در خانه دلگیر شدم. 1 ساعت پس می آیم. پدرم نه آمده من بر میگردم. جانی پدرتان را گرفتنی هستید. به این هم شوهر کردنی اپت را شنود عصبی می شود. چی گفتید شما؟ یک بار دیگر بگویید. اپام در حقیقت عیله‌دار می شود. من چیزی نگفتم. من نگفتم، تو هم نشنیدی، فهمیدی؟ عیله‌دار می شوند؟
бовариам намеояд. амир маро дастгир карда ба маркази полис бурд. қариб буд ки зиндонӣ мешудам. апаам боз бо он кас оиладор мешавад. ҳамин хел апаам барои чӣ чунин кор мекунад? خانه در روشنایی دویم است. دو اتاق یک تالار دارد. بسیار زیباست. مرحمت نشان میدهم. رفتیم. پدرم زنگ میزنند. شنیده هایم درست است یاسمن؟ با او آیله دار میشوی؟ بله آیله دار میشوم. پدر چرا ایران شدید؟ گفته بودم که با امیر آیله دار میشوم. تنها وقتی معین رو انتظار بودیم. وقتش هم آمده است. عصبم ویران شد. اینها مرا چی فکر کرده ایستادند؟ مگر پدری قالبیم؟ اندیشه دارند که به اجازت من آیله دار می شوند؟ شد جانکم این شکنجه کی تموم می شود؟ امیر خیلی غمگین می شود. با این احوالم غمگین می شود. آقا ما رو ببخشید. فردا ببینه می شود؟ مایلش چی خیلی که خواهید. سلامت باشید. شد بیا روی. احوال رو ببین. یک دقیقه خالی مانده نمی شود. میز رو محو گردانیدند. بیبی جان ما آمده. رفته دستای تو را شوید. خوش آمدید. خوش آمدید. مادر به شما چی شد؟ دخترم مگر نفری دنبالتون بود؟ از خونه زود بر آمدید. احوال آشخانه رو بین. از برای خدا احوال رو بین. احوال این میز رو بین پر از نان پاره ها. من اینجا رو تازه کرده بودم. خدا نشانه دهد خانه رو حشرات زیر میکنه. ببین طبق را شکستند. انا با چشم خودت بین. پاره هایش در اینجا. شاید دستی مرا برد گفته همینجا مانده ای. مادر من طبق را نشکستم. اگر شکنم هم چرا از شما پنهان کنم؟ برای زیبایی شکسته شده است. یا پروردگار یا پروردگار. آیا انبار رو شما تازه کردید؟ به ترتیب آوردید؟ نه. خدایا توبه. آقای خیردین بخیر است؟ با کجا می روید؟ درونم آرام نمی شود. کار از روی قاعده‌اش باید شود. با غالب وا میخورم یا سومن را طلب میکنم. آقای خیردین نروید. می روید و سخنهای ناجا می شنوید. عصبتان ویران می شود. به سوراخی مرد دست دراز نکنید. نه خانم. دختر جوان را به رازگی والدین گرفتن خوب نیست. هر یک کار با خود جایز و آداب مخصوص خود را دارد. ما طریق اصول و آداب وظیفه خود را انجام میدیم. هر دو طرف رنجش نبیند. پدر التماس بعد این قدر وقت چه خیل رنجش؟ مرد قسم یاد کرد که دخترم رو نمیدیم. مگر طلب کردن مونده است؟ والله امیر نکاح میکنه دختر رو میگیرد. کار گوش تمام. نمیکند پسرم. مگر من شوهرم رو نمیدانم. میرود. پدر یک دقیقه ایستید پدر. این رو بینید. نام سگ رو گرفتی در دستت کلتک گیر.
قبول کننده در این سند باید امضا کند. فهمو برادر. برای کار. تشکر. گوش میکنم. چی؟ چی خیر جان مادر؟ غالب؟ حاضر می آیم. ایستا. مرا تا خانه میبری؟ مایلش میره. من هم نظر برای صحبت آمدم در مسئله فرزندها. این کار را آدابانه باید حل کنیم. امروز روز پوشیدن مسئله های شخصی است. وقتی گشودن صحیفه تازه است. برای این کار با هر دویمون سبب خیلی خوب است. مرحمت، خانه دارم. دلی خستت را خسته تر مکن خیریدین. من خانه نمی درایم. در همین جا گپ میزنیم تا اینکه گفته هایمان را تمامی مردم شنود. به هر دویتان بار دیگر آگاه میکنم این عروسی نمی شود. اگر مرا هیچ حساب کرده طرف آنها گذارید این بام را به سرطان چپه میکنم. علل خصوص بامتان را. فهمیدی مرا نباهت خانم؟ بالاخانه را گفتم. لقمه کلان بخور، اما سخن کلان مگو. غالب، سخن کلان مگو. هر دویمان به یک سین سال رسیده ایم. در آن سین سال هستیم که فرزند که گفتیم مسئله های شخصی رو در یک کنار میگذاریم. تو هرگز دیگر نمیشوی. حالا از جایی مانده من سخن میگویی. همان سر و همان قلب. چخیری که من خرسندی پسرم را میخواهم، امیدوارم که تو هم خرسندی دخترت را میخواهی. در مقابل محبت کو هم خم میگردد. نفست را در یک کنار بمان و بعد فکر بکن. از این یک روی به منطقی دست بکش. مان تا که اونها خرسند زندگی کنند. با مقابل آب شنا مکن. وگرنه با شنا کردن خانه اتان را آب میبرد. خبردارتان کردم. نشنیدم نگویید. جمع کنید، یک دیگر رو بخورید. آقای خیرین خانه دروید. آدمی بد رو فهمونده نمی شود. شرمنده شده. نباید خانم اگر خواهی شرمنده نشوی چی کار کردنت را میدانی. غیر خدا از کسی نمی ترسم. تا جای در کار زندگی کردم. روزی نکاح را معین کردند. از این پس برای ما سخن نمی رسد. ما باید قرار و اقدامشان را دستگیری کنیم. این قهرمانی کودکانه را یک طرف بیمان خیریدین. این سخنها تنها هزل نیستند. در این آیله‌داری ریزا نیستم. سخن آخرینم همین است. پدر چرا آمدید؟ همه رو نگاه دارد. شرمنده شدیم. در اصل تو در انتخابت مرا شرمنده کردی. از آنی که در خورسندی هم همراه شوید مانع میشوید. از ما دور ایستید. بس از سایگی نکنید. با تو در خانه گپ میزنیم. با من به خانه میروی. او را به ماشین سوار کنید. ایستید. نه نمیروم. روید از اینجا. با شما به هیچ کجا نمیروم. اینجا با من میماند. تو خودت کی هستی که در بردن دخترم مانع میشوی؟ با کدام حق؟ من یک مرتبه خطا کردم آقای غالب. وقتی که یاسومن رو میبردید تماشابین بودم، لیکن دیگر نمیگذارم. از دستش گرفته میبرم. او فرزندی من است. سرده. ایستید. دستتان رو گیرید وگرنه با روح قانون حل میکنم. چی کار میکنی؟ تو مرا دستگیر میکنی؟ انا به این قوتت نمیرسد. هر دویتان فراموش نکنید تا وقتی من زنده‌ام شما آیله‌دار نمیشوید. من هرگز اجازت نمیدم. هرگز. آقای خیلی. پدر خوش چرا آمدی؟ چی میخوای از ما؟ رو از اینجا. پدر. خوب هستید آقای خیلی. خوب هستید؟ من خوبم. آقای خیرین او بیارم. بیار.
марҳамат. Ташаккур. иштиҳои том. تشکر. аз давудавии зиёд хаста шудам. ин рӯзҳоро паси сар кунем ягон ҷо таътил меравем, майлаш? امروز ها نه. کارهایم کمی سبک شود. دختری که در بیمارخانه دیدیم نامش چی بود؟ پینار. میخواسته که اشتراک کند. دعوتش کردی؟ خوب که با یادم آوردی. کلان از یادم برآمده بود. در گل زنگ میزنم. مکانش را بفهم. اگر لازم شود راننده را روان میکنم. مایلش. ما هم با عذاب ایستاده بودیم. دیگر نمیخواهم رویشان رو ببینم. یاسمن تو ما رو ببخش. پدری تو شخص رذیل است. روز پدر ما رو میکشد. ما رو هم قاتل میکند. الو زیبا، سلام دوستم، خوب هستی؟ خوب هستم. فردا شام در مهمانخانه استارانی کوه داریم. انتظار میشویم. باباش که نشانت را نمیدونیم و دعوتنامه را مانا نکردیم. تیمور هم در روبرویم است. میگوید که نشانت را بدی راننده‌اش رو روان میکنند. لازم نیست زیبا جان، زحمت نکشید. من خودم میآیم. فردا شام وا میخوریم. این تیمور مرا احمق فکر کرده است. نشانه‌ام را دهم بوده است. چیکار میکنی؟ هیچ. چراغ رو خاموش کن. شرف. سحر کتفی پینو رو دیدم. حاضر باشد نیست. تو و مادرم فقط فکر کیفت رو میکنید. بسیار گپ نزن. کجا که باشد با تو چی؟ مادرم گفتند که برده پرتافتی. پرتافتم. شد آخر راحت شدی؟ پس چگونه واردی و انبار شده است؟ فریده تو با من سوالهای بیمنی میدی. چرا چنین میکنی؟ خیر، در انبار دیدم، حیران شدم. کسی دیگر کیف نگوید گفته برای همین بردم. لیکن میبینم که مادرم سکوت کرد و تو آغاز کردی. آفرین. فکر کردم که با او صحبت کرده اون رو برده میدی آخر. اینقدر بیهوده گویی نکن. روزی دراز کار کردم، خسته شدم، خواب کردن میخواهم. از نام پدرم از شما عذر میخواهم. نمیدانم چی بگویم. مرا هم در خجالت گذاشتند. هر کس با خصلتش حرکت میکند. یگان حالتی نشده است که تو بخشش بپرسی. دخترم تو آسوده باش. لابای سلیم. چی؟ حاضر در مرکز است؟ خوب فهمو. کمیسر گروه در نزد است. شد بازپرسی را آغاز کنید. من کمی دیرتر حاضر می شوم. نفری با ما سوءقصد کرده بود، دستگیر شده است. من برای بازپرسی مرکز می روم. کنی ببینیم زیر این کار کی است. ما رو هم تو به خونه بی پرستارون میبری؟ البته ما در حال میبرویم.
بخیر. سلامت باش دخترم. خداحافظ. شب بخیر. شب بخیر. معلوم میشود که تو آماده کرده ای. لعنت به تو بر اینها. مرا گوش کن. شاید با من برای تو تهیه کرده باشی، اما هر دویمون میدونیم که تو بر این به عقل چنین نقشه کشیده نمیتواند. راه برات کیست؟ برای کی کار میکنی؟ امری سوی قصد را کی داد؟ ادوکات میخوام. به ادوکات یکم سخن نمیگویم. دختری مرا بیراه کردند. به مقابل پدر روانه کردند. من به آنها نشان میدهم آیله دار شوی را. اینقدر خودتون را عصبی نکنید. آنها حالا جوانند، تجربه ندارند. میدونید متاسفانه در جوانی چنین خطاگی ها میشوند. من از فریده میدونم، رفته با شرف آیله دار شد. نکن گفتم. ببینید حتی بالای فریده باز زن آورد. جامعه من با چینک آنها راست نمی آید. کاری باید انجام بدهیم که توی آنها برگزار نگردد خانم جانم، وگرنه کارهای بد می شود. خیلی بد. خداوند هیچ نباشد مرا تا توی امیر عمر بده. التجا دارم. چی خاموشانه خود به خود سخن کرده ایستاده اید؟ دعا میکنم. من هم دعا میکنم که شما رو به ما بخشید. ما رو هم ترسوندید. من خوب هستم. به خاطر من به غالب کردار نشوید. میترسم که به سرمون بلای نآورد. مثل که در دنیا دیگر دختری نمانده است. نمیدونم که امیر از کجا به این دختر چسبید. خانم این کار با حساب کتاب نمی شود. نام کس ثبت شده باشد همان از پیشت می براید. نمیخواهد. در آیله داری ریزاگی ندارد. از این بعد برگشتن نیست. این کار به جنگ و جدال پسی سر شود قربانی میکنم. حتما قربانی میکنم. یگان پیشروی هست؟ سخنی گفت؟ نه، چیزی نمیگوید. ادوکات میخواهد خود رو دانو میایستابد. شما اینجا انتظار شوید. نیتی گپ زدن نداشته ای؟ رفیق‌های هم همین خیل گفتند. اول صمیمانه صحبت میکنیم. شاید بگویی همین خیل نه؟ گوش کن، من با تو کاری ندارم. تنها میخواهم دانم که امر سوی قصد رو کی داده است. اگر بگویی برای کم دادن جزا از دستم آمده رو میکنم. من مستقیما بون را خوردم. نمیدونم که فرمان داده است. راست میگویی؟ شاید برای بیاد آوردن کمک کند. گپ زن آخر.
дар охир ба ёд оварде ки нафаре туро интизор аст. ташаккур Шараф. Шараф? شرف شرف چی شد دخترم با تو چی شد؟ خوابی با دیدی مگر؟ چی شد؟ تو جونکی چرا گریه میکنم؟ شد دخترم تمام. فکر کردم که افتیده است، ترسیدم. شد همش آروم شد. جونی و چه شیرینی و چه گریه نکن. همش خوب می شود تمام. خوابی با دیده است. شد دخترکم گریه نکن آروم شد همش گذشت آفرین تمام دخترم شد دخترم شد همش گذشت تو در باغچه را شده است در حجت خانه بودم چرا به حجت خانه خاموش بود خدا آرامی را دهد آبریزی رود باید از تو اجازت گیرد دخترم در باغچه کشوده بود من محکم کرده بودم تو نبر آمده باشی که کشوده است بیهوده گپ نزن تو خوب هستی فریده دخترم تو عقلت رو خورده ای مگر این چی گونه شبه آوری خانم تو هم آمینه رو برده خواب دارن بیا دخترم بیا جانکی من شیرینکی من رفتیم دخترکم من رفته خواب بروم چنان مانده شدم که سخنهای پوچی کسی را گوش کردن نمیخواهم وهم و شبه روح انسان را در تاریکی غرق میکند ذره های شبه را مثل تسبیح بر رشته آورده نمیتوانی تو آن را تمام میکنی که او تو را تمام میکنه راست میگویید پدر اجازت مده که فکرهای بد دلت را سیاه گرداند را خواب کن شبت خوش دخترم شب بخیر شب بخیر سخن کرد؟ نه حالا چیزی نگفت سلیم یک شیشه آب بیار آب؟ سلیم زود باش خیز گفتم به تو بیهوش شدن من است در اینجا مردن هم من است تا سخن کردن از زنده میمونی و تو این کار را کی امر کرد پول این بابا را کی به تو داد گپ زن با تو میگویم گپ زن امر را به تو کی داد گپ زن میگویم گپ زن میگویم امر را به تو کی داد کمیسرم گپ زن میگویم و تو کی امر داد نگویی از اینجا نمیبرایی گپ زن در اینجا پوسیده نابود میشوی گپ زن کی امر داد گپ زن میگویم نابکار گپ زن
من کسی تو رو دوست داری نمیکنم. لازم شود تو رو میکشم. یک بار کردم باز میکنم. گفتم آخیر. نزن بس است. کی به تو این فرمان را داد؟ به تو کی سفارش داد؟ زودتر بگو. مرا میکشن، مرا زنده نمیگذارن. گفتن نمیتوانم. گوش کن مرا. اگر بگویی تو را محافظت میکنم، کسی کار کردن نمیتواند. التجا میکنم مرا نزن، التماس. برای چی مرا دیدن میخواستید؟ گذرشیم. گوش کن دخترم، من آرام شدنی هستم. اول سخنم را گوش بده. من برای خوبی کاری تو مقابل این خانه‌دار شوی هستم. من برای آن آمدم که آدم هایتون غوا نبردارند. پدر مدامی که آمدم آخرین سخنم رو هم باید بگویم. من دیگر رازگی شما رو نمیخواهم. حالا هم نمیفهمی؟ من که نکاح را نخواستم نمیشود. باز تحقیق کنی را آغاز کردید. چی کار میکنید؟ دخترتون رو میکشید؟ حیران نمیشوم. تنها همین کارتون مونده است. با تو تکلیفی دارم. هر لحظه که از این راه برگردی بر وقت است. دست بکش از این عائله دار شوی. هرچی میخواهی آمادم. هرچی میخواهی میگیرم. مسخره باز میشوید. شما برای من رشوه پیشنهاد میکنید. خواهی برایت خانه الهیده میخرم. سیری دنیا میروی. ماشینی، ورزشی، هرچی خواهی برایت میخرم. حیف. دختری خودتان رو نمیشناسید. پدر شما مرا با مال و ملک خریده نمیتوانید. تو هم پدرت رو نمیشناسی. حیف. تشکر دخترم. امروز باید بار سپارم. اکا با من کمک میکنید؟ البته کمک میکنم. به این هم کاری ندارم. من هم میایم، اما دیروز با شما چقدر کمک کردم. تو نمیروی. امروز با خواهر دیگر جا میرویم. بابا ما رو با کجا میبره؟ ارمغان است. بابا بگوید التماس. صبر کردن را آموز فرزندم. شما هم میتوانید روید. فرید اکنون اینجا را خوب تازه بکند. اینها برای چی آمدن اکا؟ چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ اجازت داریم. حجت را نشان ده. اجازتی کبت کن؟ خدای توبه. در حال با پشتی دستت رد مکن. یک بار دیگر تکلیفم را فکر کن. یگان جای فکر کردن نیست. خورسندی هایم رو با شما نمیفروشم. از امیر هرگز دست نمیکشم. خدا شگب. پلیس در خانه من چیکار دارد؟ میتحت کن داغدو. دستایت را بردار. امیر؟
این چی گپ است؟ امیر تو رو برای سوء قصد کردن به جان کارمندان پلیس دستگیر میکنم. امیر تو چی ها میگویی؟ یاسومن نفری که قصد جان ما رو داشته است پدرت بوده است. معلوم شد که قصد جان ما رو داشتید. باورم نمی آید. این رو چگونه کردید؟ چگونه انسان هستید شما؟